سلام، به این ولاگ خوش اومدین. امروز میخوام یکی از قورباغه‌های بزرگ زندگیمو با شما قورت بدم. همراه من باشید. من اصلا تو جزیره تا حالا شلوار پام نکردم. میخوام نگهش دارم برای پس مرگم. کسی به دان خداحافظ. من هر 6 ماه بار تقریبا کمد لباسام دیگه افتضاح میشه، یه جوری که دیگه نمیشه نگاش کرد. نمیدونم چه لباسی دارم چه لباسی ندارم. یه سری لباسام اصلا گمه و باید مرتبشون بکنم، مخصوصا اینکه چه روز دیگه میخوام یه مسافرت خیلی خفن بریم و من خیلی براش اکسایتدم و از 20 روز دیگه تقریبا میخوام شروع کنم براش پک کردم و با این کمد و این اوضاع اصلا نمیشه پک کرد. برای همین باید بریم و با هم دیگه تمیزش کنیم، مرتبش کنیم. بریم ببینیم چه شکلیه الان. خب مرحله اول اینه که هر چی که داری اونجا تخلیه کنی، همه رو بریزی یه گوشه و شروع کنی اینا رو تفکیک کردن. خب هر کپه هر کوهی از لباس به 3 دسته تقسیم میشه. دسته اول چیزایی که میخوای نگه داری، چیزایی که مطمئنی قرار استفاده کنی، و دسته بعدی چیزایی که میخوای دونیت کنی، میخوای رد کنی بره، هنوز قابل استفاده است ولی تو دیگه نمیپوشی یا اندازت نیست یا به هر دلیل دیگه دوستش نداری. و دسته آخر میشه دسته سنداشخال، چیزایی که دیگه واقعا داغون شده و فور نو ریزن تو همچنان نگهشون داشتی. وقتی دارم اینا رو دسته بندی میکنم، چیزی که خیلی بهش فکر میکنم وقتی میخوام چیزی رو نگه دارم اینه که آیا تو 6 ماه گذشته من این لباس رو پوشیدم یا نه. اگه تو 6 ماه قبل نپوشیده باشم، معنیش اینه که من دیگه این لباس رو نخواهم پوشید مگر اینکه حالا فصلی باشه. ولی من الان چون تو جزیره‌ام کلا همه لباسای تابستونی فقط همراهمه. برای همین اگر لباسی رو تا 6 ماه نپوشیدم دیگه قرار نیست بپوشم، صرفا چون ایموشنالی احساسی بهش یک اتچمنت و وابستگی دارم نگهش داشتم. حالا اگر که هنوز خوبه میتونه دونیت بشه، ردش کنیم بره به یه نفری که نیاز داره بپوشه، یا اینکه اگرم که داغون شده که بره سرداشخال. حالا من دونه دونه اینا رو تا میکنم، سعی میکنم خوب تا کنم که دوباره تو اون کشو کوچولو جا بشه. من واقعا وقتی خریدم من این شلوارک و تاپ زارا رو از وقتی که خریدم نپوشیدم و نمیدونم که قراره بپوشم. یه چیزیه که تا حالا پوشیده نشده، دلم نمیاد ردش کنم بره و میخوام نگهش دارم برای پس مرگم. میمونه ولی حداقل یه جایی میذارمش که به 6 ماه دیگه وقت میدم که پوشیده شه و الا بعد میشه میره. و این لباسیه که من 6 ماه نپوشیدمش ولی ایموشنال اتچمنت دارم بهش، به خاطر اینکه این تیشرتیه که من تنم بود وقتی 7 سال پیش اومدم آمریکا. این تیشرت تنم بود از ایران. تمام خیلی تو راه بودم، تمام 20 ساعتی که تو راه بودم این تیشرت تنم بود و با این تیشرت وارد آمریکا شدم. خیلی دوستش دارم و نمیندازمش تو. حالا ببینیم چقدر خودم با این قانونی که گذاشتم میرم جلو. این قدیمی ترین این سکشن لباسای تو خونم همین یه ذره عجب و عجبم. این قدیمی ترین تیکه لباسیه که من دارم. هر وقت نمیپوشم رضا میگه چرا انقدر این قدیمیه بندازش دور، ولی این اون کامفورت کلوز منه. یعنی یه لباسی که قدیمیه، شاید بیشتر از 10 سال دارمش، 15 سال دارمش، ولی راحتم توش. راحت ترین لباسیه که دارم. وقتایی که حالا هیچی رو ندارم باید اینو بپوشم ولی خدا اینقدر جنسش خوبه به نظر خودم که آخم نگفته، خیلی هم خوبه. ببین تا الان هیچ لباسی رو ننداختم دور، ببینیم چجوری میره جلو. این میره سرداشخال. بالاخره صلواتو بفرست.
کثیفه. پیراهنه، پس تا الان نپوشیدم چون گشاده برام. این دونیت میشه. اینو خیلی وقت دارم، یه تاپ سفید بیسیکه ولی نپوشیدمش، هیچ وقت نپوشیدمش، چند ساله دارمش، برای همین دیگه دان. خدافظ. خب خیلی دور ننداختم، فقط 4 تا پیس انداختم دور، ولی خیلی هاش لکه داشت، تمیز باید بشه. اینا رو هم تقریبا تا کردم، من خیلی تا کردم بده، ولی مرتب شد، یکم دسته‌بندی شد. حالا میره دوباره back to the کشو. خب اینجا مرتب شد بر اساس دسته‌بندی، سرهمی‌ها، تیشرت‌ها، تاپ‌های ورزشی، 2 تیکه ها و دوباره سرهمی‌ها. اینا همه لباسای تو خونه است. این مرتب و تمام. میریم سراغ بارم. اینا همه شلوار و شلوارک. من تو چند سال اخیر این کوچکترین کلازتیه که من دارم. این سمتی مال رضاست، یعنی من فقط اون سمتو دارم و این کوچکترین کلازتیه که من دارم. من خونه قبلیمون یه اتاقو کرده بودم واکین کلازت که 4 طرفش همینجوری رگال و کشو و این حرفا بود. اینجا کوچیک‌تره ولی خب خوبیش اینه که چون ما اینجا همیشه یه فصله، اینجا همیشه هوا گرم و تابستونیه، من فقط لباسای تابستونی آوردم اینجا و چون برای کارم برمیگردم دیسی، من یه وکیلم برای کمپانی تو دیسی کار میکنم هنوز. لباسای رسمیمو، چیزایی که باید برای دادگاه بپوشم یا برای سر کار بپوشم همه اونجاست. در همین اینجا فقط لباسای تو خونه و لباسای راحت و ساحلی و کژوالی که بیرون میپوشم رو دارم. برای همین خیلی کمدم کوچیک‌تره، خیلی مثلا لباسای رسمی آنچنانی، کیف و کفش آنچنانی اینجا ندارم، همه چی بوهو وایب و بوهو استایله. برای همین اینجا تونستم همه رو جا بدم. یکی از سخت‌ترین چیزا این بود که همیشه نمیدونستم، چون کارم توی یه شهر دیگه، یه شهر که چه عرض کنم توی یه تقریبا قاره دیگه است، ما از جزیره بخوایم برگردیم، درسته بخشی از آمریکاییم ولی بخوای برگردی تو خود خاک آمریکا 3 ساعت تا میامی راهه از اینجا و از میامی 2 ساعت و نیم تا دیسی راهه. برای من اولش خیلی سخت بود که بفهمم چه لباسی رو میخوام اونجا باشه، چه لباسی رو میخوام اینجا باشه، ولی الان دیگه دستم اومده. در نتیجه دسته‌بندی دیگه خواهیم داشت. لباسی که قراره بره دیسی، این جوراب شلواریا که همه کلفته، من نمیدونم چرا اینجاست. اینا همه باید بره با پرواز بعدی دیسی. این شلوارکا رو میخوام بندازم دور. never mind، نمیدازم، never mind. من اصلا تو جزیره تا حالا شلوار پام نکردم. oh my god. اینقدر اینجا هم گرمه هم مرطوبه و یه ذره آدم سریع میره بیرون چسبناک میشه. من اصلا نمیتونم چیز چسب و چیز بلند روی پاهامو تحمل کنم. تنها چیزی که میپوشم شورت، بسیار خوب و راحت. آشغال آشغال. خب اینجا مرتب شد. شلوارک ها دیگه خیلی تو خونه، دامنای تو خونه، دامنای ورزشی، لگینگ های ورزشی و اینجا هم دیگه اسپیس بود برای لباسای آستین بلندم که 1 دونه بیشتر نیست توی جزیره. سراغ اینجا شلواری که اصلا نمیشه پوشید. من نمیدونم اینا چرا اینجا صرفا هستم، پوشیده نمیشم، گرم هوا. این که اصلا یه سلاش تو تایت. 2 تا شلواری برای دونیشن.
کیفا که کوله کوچولومه که خیلی مناسبه برای سفر. کیف خانم سمانه هم خیلی کیوته. وای این بود یا اون؟ این زنجیرش هم ریختش جوری. Then we have this کیفیه که برای دیسی جوش اینجا نیست. بعد بره دیسی بیا have couple good اینه کمری و کیف شولدری ریت کوچولو هستگی. خب این بالا مرتب شد. کیفا میرسیم به اینا. خیلی سخت نیست، اکثرش خوبه. یه سری اینجاها اینا همه دیگه معلوم نیست اینجا چه خبره. 100 تا چیز آویزونه هست هر کدوم. همه یه رگالا باید اینوری باشن که بشه راحت برشون باشه. اینایی که این طرفی هن گیر میکنه در نمیاد. اونا باید همه صاف باشن. دستبندی من اینجا به ترتیب چیزه. اول آستین بلند هاست، بعد تیشرت هاست، بعد تاپ هاست، بعد دامن هاست، بعد پیرنایی که آویزون نمیشه که تون شدنیه، بعد پیرنای بند اسپاگتی، بعد بندای کلوفتر، بعد کلا پیرنای این مدلی تا آخر که میشه روبا. این ترتیبه. تو هر سکشن سعی میکنم بر اساس رنگ به ترتیب بذارم. یعنی اول مشکیا رو میذارم، بعد تیره ترا رو میذارم، بعدش میره با سبز صورتی تا برسه به سفید. من تیشرت هایی هم که بیرون میپوشم و باید بزنم به رگال. از اونجا تا کردنی اصلا دلم نمیره چیزی بردارم. تا کردنی ها فقط لباسم تو خونه است. اگه یه تیشرتی بیرون میپوشم جاش اینجاست. یه نفر باید مهمونی چارخونه بگیره و منو دعوت کنه. لیترلی 1000 مدل چارخونه گینگم دارم. خب اینم از این بالا مرتب، این مرتب، کشوها مرتب. فقط میمونه این پایین که کفشاست و یه سری آتاشقال. خب اینجا یه سری کفشامه که باید برم برای همه‌شون زیبلاک بیارم و بکنمشون تو زیبلاک چون اینجا خاک زیاده و خاکی میشن. یه سری کفشام مثل این که اصلا نپوشیدم اینجا، اینا باید بره دیسی برای کارمه. بی خودی اینجاست ولی میکنمشون تو کاور، میذارمشون اینجا. ترجیح اینه که تو کاور نباشم ولی خیلی اینجا خاک زیاده فرسان میزه. برای همین اینا همه باید مثل این تو کاور باشن. مثلا من نیست چی هست توش. و در نهایت اینم از این پایین دیگه کامل مرتب شد. اینا شد وسایلی که میره دیسی به علاوه یه سری کفش و کیف. اینا وسایلی که قرار دونیت بشه و اینا هم آشغالیاست. یه سری هم لباس شستنی اونوره. خب مرسی که در اینجا همراه من بودین، کمکم کردین که کمدم رو مرتب کنم. یه چند ساعتی طول کشید ولی واقعا ارزشش رو داشت. از فردا که میرم نگاش میکنم حالم خوبه، اعصابم خورد نمیشه و بهم آرامش میده. الان دیگه میدونم چی دارم چی ندارم و یه ذره مرتب شده، میتونم بهتر انتخاب کنم چی بپوشم و برای پک کردنم چند هفته دیگه خیالم راحته. میدونم چی دارم چی برم بگیرم. همه چی عالی پیش رفت. ممنون که در اینجا همراه من بودین. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه و این انگیزه‌ای بشه براتون که شما هم برید یه نگاهی به کمدتون بندازین و اگه نیاز هست تمیز کنید اون کمدو. برو تمیز کن و تا ولاگ بعدی میبینمتون. خداحافظ.